نمایشات قدرتی و مقاومتی ورزشکاران پاورلفتینگ و مردان آهنین ولایت هرات. قانون این برنامه مقاومتی و قدرتی را در کنار توجه حکومت به ورزش پاورلفتینگ در کشور، تشویق جوانان به ورزش و گسترش ورزش در افغانستان می‌دانند. هدف ما از این قدرت نمایی این است که حکومت امارت اسلامی جلب توجه بیشتری در رشته پاورلفتینگ داشته باشند و همین باعث میشه که نوجوانان و جوانان بیشتری به ورزش رو بیاورند. با مدت 5 ماه میشه تحت نظر استاد سید نظیر رحیمی تمرین میکنم، قوی ترین ویسلفتر افغانستان. در این نمایشات چندین ورزشکار پاورلفتینگ به ویژه سید نظیر رحیمی ملیپوش این رشته شرکت کردند. شماری از این ورزشکاران پاورلفتینگ از اداره ورزش و حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه حضور آنان را به مسابقات بیرون مرزی نیز فراهم کنند. کسانی که لیاقت و استعدادش را دارند میتوانند آنها را به مسابقات بیرون مرزی اعزام نمایند و ان شاء الله ما کوشش میکنیم که دست پور به کشور خود برداریم. هدف نمایش امروز حمایت از ورزشکاران عزیز بود. این ورزشکاران پاورلفتینگ در حال نمایشات قدرتی و مقاومتی خود را به نمایش گذاشتند که پیش از این شماری از ورزشکاران دیگر هرات در رشته‌های مختلف خواهان حمایت حکومت سرپرست از بهر رسیدنشان به مسابقات بیرون مرزی نیز شده بودند.